این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که توی روز نمایش انتخاباتش برای اونایی که مردد هستن چنین روزه‌ای خوند. شما میگید بعضیا مرددن، من وجهی برای تردید پیدا نمی‌کنم. این کار آسانی است که نتایج مهمی داره. چرا انسان برای انجام یک کاری که خرجی نداره، زحمتی نداره، مایه‌ای نداره، وقتگیری نداره، فشاری نداره، ولی فواید زیادی داره، انسان چرا باید تردید داشته باشه؟ تردید نکنه. بعدم برای اینکه مرددین رو از تردید در بیاره تا دلتون بخواد جنگولک بازی در آورد. از این نمایش‌های مسخره بگیر. چی میتونی رای بدی؟ بله، خوشبختانه من امسال 18 سالم شد و میتونم رای بدم. بله، خیلی عالی، خیلی عالی. ما می‌خوایم یکم فضا رو عوض بکنیم. خب میگفتین شما متولد چه ماهی هستین؟ اردیبهشت. شاید کار کرد باشه ها. ما اصلا سابقه داریم. شاید خودم آماده بودم. این برنامه ایرانی هست. حتی این دژخیم حبس ابدی رو هم آورد تا براش بازارگرمی کنه. مردم عزیز کشور عزیز ایران، من دوست دارم و خواهش میکنم در این انتخابات که همکنون در حال برگزاری است و بسیار مهم، حساس و حیاتی است شرکت کنید. اما هیچ کدوم از این مسخره بازی ها به نتیجه نرسید و روزش حوزه های رای گیریش تبدیل به خوابگاه شد. بعدم مجریای تلویزیونش با گوشای آویزون گفتن 60% رأی ندادن. شاید یه بخشی از جامعه حدود 60% در این انتخابات شرکت نکردن که حرفهای مهمی رو دارن و باید حرفاشون شنیده بشود و باید برای این گروه از جامعه که ترجیح دادن در این فصل شرکت نکنن و حرف نزنن فکر بشه که چرا، آیا نسبت به حرفهای نامزدها واکنشی داشتن، نسبت به عملکردها بوده، نسبت به هر چیز دیگری که بوده. باید برای این 60% فکر کنیم، باید با این 60% راه ارتباطمون رو پیدا بکنیم. این مجری پرتاب حواسش نبود که قبلا عظما درباره شرکت 40% توی انتخابات یه چنین حرفی زده بود. ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35%، 40% حائزین شرایط شرکت میکنن. ننگ برای اونا. بگذاریم از این که توی این نمایش انتخابات کمتر از 12% شرکت کردند که البته عظما از قبل گفته بود که این یعنی مصیبت. مصیبت اون روزی است که مردم پشت کنن به صندوق رأی. این مصیبته. آرزو میکنن و انتظار میکشن روزی را که 90% مردم پای صندوق‌ها شرکت نکنن. Olha lá, 127 lá já na prontidão já aqui, ó. É pra Neópolis, Japotã, Santana e Saúde. Vamos embora, gente, vamos embora. این مالکش اعظم هم توی این مدت کلی گلو پاره کرد تا شاید بتونه تنور سرد انتخابات عظما رو گرم کنه. پزشکیان سالمه، پزشکیان درس خونده و برای همین که درس خونده به تخصص احترام میگذاره، برای همین که خودش درس خونده میدونه فهمیدن درد اقتصاد کشور نیاز به متخصص اقتصاد داره.
این هم یه مقایسه ساده بین حرفای پزشکیان قبل از انتخابات و پزشکیان دوران تبلیغ نمایش انتخابات که نیازی به هیچ توضیحی نداره. پزشک متخصص الان تو شهرستان اگه بخواد طبق این قانون کار کنه ماهی 20-25 میلیون تومان در نمیاره. 25 میلیون تومان زیر $1000 $500. خارج به همین پزشکی که نخبه است نزدیک $5000-6000 میدن، منتش هم میکشن. خود چرا بمونه؟ متخصصای پزشکای متخصص ایران 7 برابر پزشکای متخصص امریکا درآمد کسب میکنن، درسته؟ بله. من الان سراغ دارم در سیستم دولتی 150-190 میلیون تومان پول میگیرم. ماهیانه؟ بله ماهیانه. حالا اینو برسون به سال با همین دلاری که الان گرونه مقایسه کن ببین از آمریکا بیشتر پول در حالا اگه اینو با جی دی پی مقایسه کنی ببین چقدر بیشتر میشه. البته این حرفا حتی اصلاحاتی های نظام رو هم گول نمیزنه. آخه گاوم میدونه که بیشتر از 2 بار نباید گول بخوره. الان دیگه توی برنامه‌های اینترنتی خودشون هم اینطوری زیرا به اصلاحات تو نظام رو میزنن. جمهوری اسلامی خودش رو اصلاح میکنه یا نه؟ به هیچ منطق درونیش اجازه نمیده. دنبال اصلاحات بودن تو نظام ولایت یه چیزی تو این مایه هاست. آخوندا بالا برن پایین بیان بازم به جایی نمیرسن. رأی و این حرفا خبری نیست که نیست. کدوم نمیشناسم، بهش کدومم رأی نمیدم. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که 10 سال از جوونی ما رفت به خاطر اینکه هر کی اومد هر وعده داد بهش عمل نکرد. اصلا نمیدونم کیا هستن. یعنی اصلا بعد اهمیت نداره؟ نه متاسفم. دلیلش چیه؟ کسی بیاد چه نیاد هیچ تفاوتی نمیکنه، همیشه همینجوری میمونه. من واقعیت چیزی خبر ندارم کیا نامزد شدن، چون با توجه به سوابقی که دارن توی چند سال اخیر هر کسی که رفته اومده زیاد فرقی تو شرایط کشور نکرد. من حقیقتا رأی نمیدم. رأی نمیدم تاکه هیچی، تمام توانم میذارم یه تمام اطرافیانم رأی ندم. با این اخباری که هر روز داریم میشنویم دیگه واقعا صندوق رأی معنی میده. ما خیلی وقت اسممون رو میگن دشمن، سالیان سال اینا تقسیم کردن خودی و غیر خودی. ما خیلی وقت منافق، وطن فروش اینقدر بهمون لقب داده. البته الان شدیم ملت فهیم، از این انتخابات میشه کاملا برعکس میشه ملت فهیم، ولی دیگه به هیچ عنوان با هر فریب اینا نمیخوریم. هر چی دوست دارن. رئیس جمهور تو نظام ولایت حکم این اسباب بازی ها رو داره. وضعیت تبلیغات انتخاباتی توی نظام ولایت به قدری مضحک شده که حتی تو نمایش‌های تلویزیونیشون هم این تبلیغات رو اینطوری به سخره میگیرن. که من رأی بده من بهش یه بشقاب زرش پلو با مرغ به اضافه نوشابه و سالاد میدم. این شما خیلی مستحق‌تر از اینایین. من لطف نمی‌کنم به شما. حتی اینجوری بگم اگر من رأی بیارم هر کدومتون میتونین با 2 نفر از اقوام و فامیلتون تشریف بیارین سر سفره‌ای که من میندازم. سفره میندازم چه سفره‌ای تا خرخره بخورین. شام مفت میدم بهتون. من لطف نمی‌کنم به کسی. این یه معامله پایاپایه. شما به من رأی میدین، من به شما شام مفت میدم. شما رو شکمتون رو سیر میکنم. وظیفه من پر کردن شکم شماست. شیخ فری هم که دل پری از این نمایش انتخاباتی داره اینطوری تصفیه حساب میکنه. متاسفانه ما در این مناظرات میبینیم یک توهین بزرگی در این مناظره داره به دولت 13 میشه و اون این که دولت 13 رو نادیده میگیرن، دولت 13 رو فراموش کردن، دولت 13 رو کنار میزنن، مثل این که اصلا کعلم یکن شیئا مذکورا، مثل این که دولت 13 ما نداشتیم و امروز دولت رو میخوان از دولت 12 دریافت بکنن. این آقایانی که امروز کاندیدا هستند
یک نفرشون به هر حال میشه رئیس جمهور. وقتی رئیس جمهور شد اون وقت چی میخواد بگه؟ مشکلات دولت 13 اون روز چجوری میخواد برای مردم بیان بکنه؟ حالا بشنوید از وزیر دزد کابینه شیخ فرید که میخواد بگه حرفای مزخرف جلیلی به جاش میگه حرفای رویایی. یا آقای جلیلی گفتن که من راهنمود دادم بهشون چطور صادر کنن، بعد که من بهشون یاد دادم اینا صادر کردم. ما اینقدر بی‌عقل بودیم که از حرفای شما تبعیت بکنیم. من همون موقع جواب حرفای رویایی شما رو دادم و گفتم که این حرفایی که شما میزنین رویاییه. خلاصه این که بکش این جماعت بر سر قدرت ادامه داره و نظام عظما رو حسابی پخش و پلا کرده. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Yes, angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Yes, کاربرای فضای مجازی هم حسابی مشغولن و در تمسخر کاندیداهای خامنه‌ای با هم مسابقه گذاشتن. از درست کردن موزیک ویدیو گرفته، چون اگه دبی شده امارات شده اینجوری نیست که مثلا بیا با هم بریم سفر دبی منو با خودت ببر دبی بیا با هم بریم سفر دبی منو با خودت ببر تا کلیپ های طنزی مثل این رفتار ناشکیبایانه ای رو اظهار کردند و این جای تأسف داره. عصبانی نشو، آرام. ما موظف هستیم در برابر. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به اقتصاد مقاومتی بزنیم. از داربستای پفکی بفرمایید همینجا کنار بچه‌ها باشید که تصویرتون هم بگیرن دوستان. سلام عرض می‌کنم. میکروفون یه بالاتر بگیرید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. گروه سوره نجوای انتظار هستم. بیا اینجا. خب عیب نداره اتفاقی نیفتاد. ادامه بدیم. یه لحظه دیگه بنر بود خدا رحم کرد. اشکال نداره. تا سنهای دوغکی این هم یک کولر دانش بنیان که آخر تکنولوژیه. داخلی سازی کولر آبی بر اساس اقتصاد مقاومتی و یه حلب روغن، یه دونه فن، یه پمپ آکواریوم، 12 ولت هم برق. ما میتوانیم هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عظمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.